عزیز و گرامی، ما در دنیا مقصد در دنیا زندگی کردن، حیات به سر بردن، چخیلی کلمه حاضر ما و شما هستیم، اینها یگان خطا و یگان سهو و یگان لغزش نیست. فقط ما برادران عزیز در دنیا احتیاط کنیم که به خاطر دنیا همان خانه آخرت و مقصد خانه قبر و اینها را در تشویش نمانیم. همچنان در دامش گفت اگر خواهی که مردم دوستت بداره، اینجا در گفت اینجا هم تقوا کن از آن چیزی که در دست مردم است. هوسخوری نکن در هر چیز. خداوند برای هر کس هر چی میده. هوس مقصد دادگی مردم نخو. حتی بعضیان دیدین که باز در نسلشان با ممکن که تعریفشان هم کنیم که ای تو مثال فلان چیز داری، ای تو فلان چیز داری، آفرین ایرا بین فلان. این همین چیزها ارزش نداره آخی. همین ارزشی هم را ندارد. ولی یک قصه در همون مکاشفت القلوب ای جناب امام غزالی میگه که میگه وقتی که مر سلیمان علیه السلام، میگه وقتی سلیمان میگذشت به نزد یک عابد، یک آدمی که در دستش یک تسبیح و الله را یاد میکرد، الله اکبر میگفت، سبحان الله میگفت، ببین سبحان الله گفتن میگید. حضرت سلیمان که بسیار لشکری کلان داشت، مالهای بسیار داشت، میگه گذشت. همین عابد میگه همین بنده که در دست تسبیح بود حضرت سلیمان دید، گفت لقد اتاک الله مالا کثیرا. هی حضرت سلیمان خوش به حالت، اینقدر الله ترا داده. میگه حضرت سلیمان به طرف هم بنده خدا گشت و گفت لتسبیحة فی صحیفة مؤمن خیر مما اوتی ابن داوود. یک تسبیحه که تو میگوی گو بچم، یک سبحان الله که تو میگوی، این بالاتر و بهتر است از آن چیزی که خداوند بچه داوود داده، یعنی حضرت سلیمان داده. برای همین پیامبر گرامی میگه تقوا کنین آنچه در دست مردم هست، مردم دوست می‌دارن. وقتی که هوس مال مردم خوردی، وقتی طمع در مال مردم کردی، مردم هم نحضت نمیبینن. از این لحاظ این حدیث برادران عزیز و گرامی ما را هشدار می‌دهد که خواهیم که الله دوست ما بداره، در دنیا قدمانه با احتیاط مانیم و دانیم که این دنیا اگر وفا میکرد به همون پیامبر نازنین میکرد، اگه با او که نکرد ما و شما مقصد کیم و چیم هر کس خودشد بهاشه بده. خدای مهربان بازم میل محبت همون به دین خدا زیاد کنه و الله را دعا کنیم که هر یک نشستایی که داشته باشیم ای کاش مقصد هر کسی که حدیث هم میداند، معنای آیت هم میداند، هر یک لحظه ها را مقصد خدای مهربان توفیق منده که بیهوده نگذرانیم، یک آیت قرآن یا حدیث پیامبر گوش کنیم تا یک باز برای ما و شما یک فایده و یک منفعت و از این شنیدگی ها پیدا شود و خدای مهربان باز هم حضرت رحمت و مغفرت کنه. باقی مانده فرزنداش خدا عمری دراز، ایمانی کامل و علای مهربان میل های ما و شما را، محبت های ما و شما را باز هم به سوی دین خدا زیاد بگرداند. آمین یا رب العالمین. تا خواهد ما سوال های شما را یک چند جمعه جواب میگردانیم که زیرا خیلی سوال های زیاد هم نزد ما هست. بعدم باز موضوع من بدای ما و شما البته از این خواهش شما و همچنان موضوعی خیلی لازم و درکاری برای امروزه فرزندان ما و شما خدا خواهد من آمادگی میبینم، کتابینی میکنم
بعدا به سمع شما خدا خواهد میرسانم. الحال باشد من امروز به سوالهای شما جواب میگردانم تا وقتی انشاءالله ابتدای نماز. ولی از بسیاری برادرایی که وقتی سوالهاتون جواب نگرفت شما فهمین که شاید که سوال شما به این جواب گفتن ما شاید که یگان مانگی پیدا شد. مانگیش به خاطری که در بین عامه خواندن اون ممکن ضرورت نداشت، یا سوال های هستن که بسیار جواب اونها یگان نقش نمی بازد. خیلی سوال های ساده و بسیار سوال های عادی. بعد البته هر انسان موافق همون دانشش سوال میکند، ولی بعضی سوال هایی که از شما جواب نیافتند دانین که خواندن اونها یگان ضرورت نداشته است. السلام علیکم داملای گرامی حاجی میرزا، از شما خواهش می نمایم که همین جمعه با این سوال من روشنی اندازید. دو برادر از مهاجرت مهنتی برگشته با مصلحت یکدیگر به نام برادر کلانی ماشین گرفتند. با گذشتن روزگار روز برادر خوردی ماشین را گرفته و با سیاحت برآمد. بعد از مدت یک شبانه روز به خانه برگشت. از این کار برادر خوردی برادر کلانی در خشم آمد و سخنهای قبیح گفت. برادر خوردی در غضب آمد و گفت که اگر من بار دیگر با این ماشین دست رسانم بگذار زنم طلاق باشد. آیا برادر خوردی این عمل را بار دیگر تکرار کند زنش طلاق می شود یا نمی شود؟ بله برادرای عزیز و گرامی، من برای آن که طلاق می شود نمی شود مصلحت می دهم، ولی برای حل نکاح او یا برای اجازت او شما می توانین که مرکزها در رفته مراجعت کنین، مرکز اسلامی ده. زیرا امروز آنقدر طلاق کردن قریب در نظر دخترها و فرزندای ما مثل بازی شده است. هر یک نفری که ما را در تنهایی میبرد یا در کنار میکشد سوال دارم، حتمی سوال از طلاق است. برادران عزیز و گرامی، شما موضوع را زنده میگردانین یا به موضوع چنگ میزنین که در او غضب خداست. هیچ وقت کوشش نکنین که با طلاق گفتن شماها کار میکنین که نارضایتی پروردگار، قهر الهی، غضب الهی را بالای خودتان بیدار میکنین، بالای خودتان روا میبینین. برای من هیچ وقت در زندگی برادر عزیز باز میگویم زندگی کشمکشی های زیاد دارد، نافهمی های زیاد دارد، سختی های زیاد دارد، ولی کوشش کنین که طلاق این در حد آخران گذاشتگی باشد. همه راه ها را استفاده برین، بگذار شما ها را زور می آید، بگذار برای شما خیلی صبر کردنش مشکلات می آرد، ولی دادرای عزیز طلاق وقتی کنین که تمام زینه ها را گذاشتین، همه زینه هایی که برای بهداشت شما برای خوبی شما بود استفاده بردین نشد، در آخران همونم طلاق سه طلاق نباشد. کوشش کنید که با لفظ طلاقت کردم یا یک طلاقت کردم شما از یکدیگر جدا شوین، زیرا که در بین شاید ماه میگذرد، هفته میگذرد، پشیمان میشوین، باز یک راههای پیوست شوی شما وجود دارد. یک بار شما از 3 طلاق و 100 طلاق و 1000 طلاق آغاز نکنین دادار عزیز، این شوخی نیست. بسیار قسم به نام خدا شما شیطان را بسیار خرسند میکنین، ولی پروردگار را نسبت خودتان بسیار غضبناک میکنین. ولی از همین طلاق های میشدگی 95% پشیمانند. 95% بین تا جایی که لازم باشد من همین زن در دیگر مرد نکاح کرده میتیم،
اون کس طلاق کند بعداً گرفتن هم حتی که رضایت میتین. برای من کوشش کنین. گفتی همون مقاله های مردم که در پیش خر وقتی که پوچاک تربوز میگذاریم از خربوز میگذاریم تازه است گرفته در خاک خوب آلوده میکند و بعد میخورد. شما هم کوشش کنین که یک چیزی حلاله که خدا برای شما داده است او را آلوده کرده و بعداً برای خطا نگیرین. ننگ ما، ناموس ما، این غیرت ما، جسارت ما، این بسیار خلل پیدا میکند. حتی بین دو برادر با یکدیگر مصلحت میکنن، با یکدیگر ماشین میخرن، سوار میشوند، کمی تأخیر شد، کمی دیر شد، یا تیز هی کرد، یا ماشین زد، یا فلان شد، جنجال. عاقبت جنجال چی؟ من در همین ماشین اگر سوار شوم زنم برای من طلاق. آخه تو صد نامعقول که با پگاه با سوار میشه، تو بی‌ناموسی. دادر قهرت نکند کسی باشی نباشی. من اینا در همین تجربه، من در همین حیات، شاید من در عمرم از تو کلام باشم، ولی سنجیدم. برای همین شرط نیست که زنم به من طلاق. میلش یکون ملالی بین شما شد، ملالیتون میلش باقی بین شما، همون ملالی هم با 3 روز زیاد دوام نکند. ولی در این بین طلاق چی در کار؟ زن طلاق چی در کار؟ خیلی زن طلاقی در این موضوع کاری نداره. چند بچه ها گفتن که اگر من تو را 1 بار دیگه خانتان برم تو به من طلاق نه، که 100 بار بردن. برای این دادرای عزیز این مسئله را شما زنده نکنین. در اطراف طلاق بسیار ترسان باشین، لرزان باشین. کوشش کن حتی شما رو طلب کن که طلاق کن، طلاق نکن. ولی دادر زن برای شما طلاق هست. اگر شما بار دیگه در همین ماشین شینین، زیرا شما شرط موندین اگر من در همین ماشین نشینم زن به من طلاق. یعنی تو در همونجا که نشستی زن برای تو 1 طلاق می شود، بعدا نکاح کرده باز زندگیتون درست می شود. ولی ببین چقدر خلل در نکاح. سلام داملا حاجی میرزا، با سوال من جواب دهید. کودک نابالغ در بین کلانسالان نماز خواندن ممکن هست یا نه؟ بله ممکنه. کودک نابالغ هم خواه کودک بالغ خواه کودک نابالغ نماز خواندن در بین کلانسالان یگان جای گناهش نیست. مرو اولادکم بالصلاة و هم ابناء 7 سنین. پیامبر گفتن 7 ساله شدن شما امری به نمازشون کنید. 7 ساله به بالغ نیست. برای این اگر ما فرزندامون به 7 ساله چی بچه و چی دختر باشه اونها را باید چیکار کنیم؟ دعوت به نماز کنیم. خواه در بین کلان سالها میخواند خواه خودشان میخوانند، یگان ضرر و زیان برعکس. این برای شما فیض است، این برای شما برکات است. ولی در بسیاری خانه ها هم همین خیلی عقیده وجود دارد که کوشش کنین که این همون فتوای زنکا هستند. کوشش کنین که کودک میده در بالای جای نماز نبراید یا کودک میده نماز نخواند، زیرا در خانه بدی می آورده است یا در خانه مرده میشیده است. مادرای عزیز یا برادرای عزیز، این عقیده بسیار عقیده باطله، بسیار ضرری در تربیت فرزندهای ما، بسیار در بی‌فیضی خاندان ما و شما بسیار بدبختی میارد. ما شکرگزار باشیم که پیامبر گرامی گفتن اولین کلمه ای که کودکای شما وقتی زبانشون کشاده می شود آتگویک می شوند، آچگویک می شوند یا اکه می گویند یا یگان کلمه دیگری را تکرار می کنند، پیامبر گفتن کوشش کنید پدر و مادرها اولین کلمه ای که از زبان فرزندای شما می براید این لا اله الا الله باشد. اولین کلمه باید از زبان فرزندای ما لا اله الا الله باشد و آخرین کلمه ای که او این دنیا را پدرود میگوید لا اله الا الله باشد. و سوی پروردگار شکرگزار باشیم که کودک نابالغ برادرای از 6 ساله و 7 ساله امروز حافظ قرآنند،
حافظ قرآنند، ولی حافظ قرآن شدن اونها یا در نماز ایستادن اونها مرگ نمیارد، دهشت نمیارد، بلکه پیامبر گرامی گفتند وقتی که اگر فاحشگی در کدام جامعه ترقی کرد اونجا مرگ زیاد می شود. این از حساب فحش است، این از حساب این حرام ها هست. این مرگ های که ناگهانی به سر بنده های خدا میاد، همه این از کثافتی و بدبختی این حرام هاست. فرزندکای ما و شما وقتی نماز میخوانند شکرگزار باشه که وجود اونا در نماز عادت میکند.